های چطوری دوستان، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. یه ویدیو قبلی هم چند تا قبل بود که 10 تا از خفن ترین اتاقای گیمی جهان سال 2024 رو با هم بررسی کردیم. گفتم اگر خواستید که پارت 2 رو براتون میذارم. بله، نوشته و پارت دوم. حالا ما امروز اومدیم با همون پارت دوم، ولی با یه فرقی که امروز قراره 11 تا بهترین ماشین‌های دنیا رو با هم بررسی کنیم. بی معطلی بریم سراغ ویدیو. قبل اینکه ویدیو شروع بشه لایک ویدیو رو بترکون. اگه چنل منم ساب نکردی 2 ثانیه وقتتون نمیگیره، ولی بزرگترین حمایتی که از من میکنی ساب کردن چنلمه. سفر رو کوچیک کن، دکمه ساب رو بزن. اگر هم داری آپارات میبینی کانال آپارات هم دنبال کن. بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب ماشینایی که این سایت در اختیار ما گذاشته رتبه 11 هیوندای آیونیک 5 هست. امکان داره بعضی از شما بشناسیدش. 168 اسب بخار قدرت و برد 220 مایل تخمین زده شده است. هیوندا آیونیک یه رخ معمولی داره که تقریبا زیبا است. ماشین دهم شرولت کورته که لقبش کوچکترین ماشین دنیا است و یه رخ خوشفیس دودر داره. برخی از ویژگی‌های شرولت کورت: دیفرانسیل عقب، موتور 78 با کارایی بالا، دارای گیربکس دستی یا اتومات، یعنی قابل تغییر، میتونه دستی باشه یا اتومات. این یه ویژگی خیلی خوبه. سیستم‌های تعلیق و ترمز پیشرفته، دارای فناوری پیشرفته و ویژگی‌های ایمنی مانند دوربین دید عقب و نمایش هد آب. ماشین نهم فورد جی تی، پیشرفته ترین ماشین جهان که به مناسبت جشن 100 سالگی فورد این ماشین ساخته شده. در سال 2005 معرفی شده که موتور 5.14 لیتری با 78 موتور 5.14 لیتری و 78 سوپرشارژ که فورد جی تی دیفرانسیل عقب و موتور وسط رو تامین میکنه. 550 اسب بخار قدرت و 500 پوند فوت کشتاور تولید میکنه. 3.5 ثانیه از 0 تا 60 مایل در ساعت شتاب بگیره و حداکثر سرعت اون تقریبا 200 مایل بر ساعت است. بی ام و M8 لقبش هم شده گرانترین ماشین جهان. موتور 4.4 لیتری 78 با 60 اسب بخار و قدرت 553 پوند فوت کشتاور، گیربکس 8 سرعته، 4 چرخ متحرک، تعلیق طبیعی، ترمزهای خاص، سیستم اگزوز اسپورت، فرمان و دسته ابزار مخصوص. چیزی در مورد دستی یا اتومات بودن گیربکسش هم به ما نگفت. آودی R8 قوی ترین ماشین جهان لقبشه. خودروسازی آلمانی ماشین رو ساخته. در سال 2006 یه خودرو اسپورت و لوکس به عنوان آودی R8 رونمایی کرده. موتور 710 و 78 که 602 اسب بخار قدرت و 413 پوند فوت کشتاور تولید میکنه. در دسترس هست این سیستماش. فعلنه جعبه دنده 7 سرعته 0 تا 60 مایل در ساعت را حدوداً 3.2 ثانیه حرکت کنه و حداکثر سرعت آن 205 مایل در ساعت است. آودی R8 به دلیل ظاهر چشم‌نواز، فضای داخلی ممتاز و عملکرد عالی خودروسازی مشهور است. آودی معمولاً مشهوره. مرسدس بنز کلاس اس لقبش بزرگترین ماشین دنیا. مرسدس بنز کلاس اس توسط کمپانی مرسدس بنز که زیر مجموعه شرکت شده است. از دهه 1950 تولید شده است که همکنون در دسترس است.
ولی تولید نمیشه. مشخصات فنی هم در اختیار ما قرار نداده. پورش 911 توربو اس که لقبش هم گارانتی ترین بهترین ماشین دنیاست و زیبا هم هست انصافا. پورش 911 توربو اس مدل 2021 640 اسب بخار قدرت و 590 پوند فوت کشاورز تولید میکنه. شتاب 0 تا 60 مایل در ساعت در 6.2 ثانیه و حداکثر سرعت آن 205 مایل در ساعت است. ماشین بعدی مکلارن S720 انصافا خیلی قشنگه این ماشین 4 لیتر و 708 توربو شارژ دوگانه که 720 اس را است که 710 اسب بخار قدرت و 568 پوند فوت کشاورز را ارائه می‌دهد. موتور یک شانس مونوکوک فیبر کربن قرار گرفته است که حداکثر سرعت ماشین مکلارن 212 مایل در ساعت است و می‌تواند در 8.2 ثانیه از 0 به 60 مایل در ساعت برسه. خب ماشین بعدی فراری 488 است. برترین و بهترین ماشین سواری دنیا لقبشه. یک موتور 9.3 لیتری 78 توربو شارژ دوگانه با قدرت 720 اسب بخار و کشاورز 568 پوند بر فوت است. فراری 488 پستا میتواند در 2.85 ثانیه از 0 تا 60 مایل در ساعت شتاب بگیرد. و ماشین دوم لامبورگینی اونتادوره که لقب زیباترین و بهترین ماشین دنیا. لامبورگینی اونتادور یک خودرو اسپورت با کارایی بالا است که توسط شرکت ایتالیایی لامبورگینی ساخته شده است. یک موتور 5.6 لیتری 712 داره. موتور قادر است که حداکثر 690 نیوتن متر کشاورز و 700 اسب بخار قدرت تولید کنه. حداکثر سرعت لامبورگینی اونتادور 211 مایل در ساعت است و میتواند در کمتر 2.5 ثانیه از 0 تا 60 مایل ساعت شتاب بگیرد. و ماشینی که رتبه اول رو گرفته، یعنی خفن ترین ماشین جهان، بوگاتی شیرون که لقبش بهترین ماشین دنیاه که عکسش هم میبینید وجدانن خیلی قشنگه. یک موتور 8 لیتری W16 مجهز به توربو شارژ 4گانه داره که فکر کنم 6 یا 8 سیلندر، قدرت 1479 اسب بخار رو داره. کشاورز 1180 پوند فوت، حداکثر سرعت 261 مایل در ساعت که محدود 0 تا 60 مایل در ساعت 3.2 ثانیه است. گیربکس 7 سرعته اتوماتیک 2 کلاژه DST داره که این DST خیلی پیشرفته است. تمام چرخ‌ها متحرک، وزن پایین یعنی 4398 پوند وزنشه. طول 707.185 هزارم اینچ، عرض 9.8 اینچ، ارتفاع 8.47 اینچ. قیمت پایه این یعنی حدوداً از کارخونه در بیاد $3 میلیون، یعنی $3 میلیون شوخی نداره، میتونید حساب کنید خودتون. خب دوستان این بوده از 11 تای ماشینای قوی و پرکاربرد و خفن دنیا که از رتبه 11 تا رتبه 1 رو خوندیم. اگه پارت سوم این ویدیو رو میخواید حتما بگید. اگه پارت قبلی رو ندیدید
توی چنل زیر هست، برید پارت قبلی هم ببینید. پارت قبلی خیلی خفن بود، یه ویدیو بود واسه خودش. اینم خب یه سری عکس بود که من توضیحاتشو بهتون گفتم. فعلا اگه دکمه سابو نزدید برید سابم بزنید، ویدیو لایک کنید، زنگوله من فعال کنید. لینک کانال لوبیکام هم زیر این ویدیو هست، برید جوین بزنید. تا ویدیو بعدی، بای بای.